هدف از برگزاری سمینار آموزشی اویدی تامین رشد استواری سوهای مختلف کشاورزی در شرایط تغییریابی اقلیم و چاره‌بینی اوید با کاهش دادن آن در استحصالات با اشتراک عالمان و متخصصان و کشاورزان خوجگی‌های نوعیه‌های ناصری خسرو و شریطوز این پیش از همه در عمل تطبیق نمودن دستور و هدایت‌های پیشروی منظم ملت که در پیام نوبتی خویش با مسئولین سوهای کشاورزی پیشنهاد نمودند جهتی بازم بلند برداشتن سطح تامینات اهالی با محصولات وطنی ثمرانک و عاقلانه استفاده بردن هر یک زمین بهتر گرداندن وضع سوهای تخم پروری نیول پروری زاد پروری و تامین نمودن رشد اینوواسیونی سوها می باشد. ولایت ختلان در مقیاس جمهوری یکی از ولایت‌های کلانترین اگراری محسوب یافته سمت اساسی کشاورزان آن پختکاری، سبزیجاتکاری، باغداری، چاره‌داری محسوب می‌یابد. برای بلند برداشتن استحصال زراعت‌های کشاورزی از جمله در کشت و پرورش پخته، سبزیجات و دیگر نوع زراعت‌های کشاورزی عالمان و متخصصان در موضوع تکنولوژی کشت و پرورش پخته نوع‌های سرحاصل سلکسیای پخته وطنی و خارجی برآمد نموده با متخصصان سوهای کشاورزی و خوجگیداران توصیه‌های سودمند دادند. ذکر گردید که یکی از عامل‌های اساسی بلند برداشتن استحصال پخته این پیش از همه در کشت و پرورش آن استفاده درست عامل‌های اگرتکنیکی از جمله گذراندن شدگار خصوصیت زمین‌ها توسط تکنیک‌های تسمه‌چرخ، استفاده تخم‌های سرحاصل وطنی و خارجی با اقلیم مطابق و در کارکرد آن استفاده از نیروهای ارگانیکی و مینرالی میباشد. پخته این زراعت اساسی به شمار می‌رود. برای همین حاضر وقتی آن رسیده است که اون زمینایی که مثال شدگار نشدن حتما باید شدگار کنیم. شدگار رو با صفت گذراندن در کار البته. مهلت‌های بهترینی مثال کشتی پخته این علاقه دهه سوم ماهی مرد آغاز می‌گردد. خصوصا ناحیه جنوب پیش از کشت آغاز کردن البته زمین ما باید از 14 تا 16 درجه گرم باشد در چقدری 10 سانتی متر. اینا باز نظر گرفتن در کار. اکنون اون نوعهایی که داریم البته تخم‌های خوش‌صفت کش کردن در کار، تخمی‌هایی که سرتیفیکات دارن البته باید کش کردن در کار. خب در وقت آغاز کش البته باید ما طرز تر کردن پنبه‌دانه بسیار وقت بسیار تر میکنن تا یک شبانه روز 10 ساعت همین کشت اول که آغاز کردیم باید ما 3-4 ساعت با تر کرده اون آبی که مثال از زهر است البته باید و آب به جوی روان نکنند مخصوص جوها بریزند چون که از جوها با چاروا دیگر چیز استفاده میبرند این مسئله برای کردن در کار اکو کشت خوب گذراندن در کار خب زمین نقص تیار کردن در کار وقتی که اگر ما شدگاری خوب گذرانده باشیم البته تیار کردن زمین آسان تر است وقتی که لای شدگار کردیم البته با دیسک مولا و دیگر تکنیک ها لازم برای همین شدگاری خوب شدگی باشد ما میتوانیم با یک مولای سبک و سیخ مولا یعنی میتوانیم زمین تیار کنیم و کشت گذرانیم کشاورزان ولایت ختلان در پرورش و استحصال سبزیجات بروقتی نیز تجربه بوی و غنی داشته اما سالا بازارهای استعمالی مملکت را با محصولات تر و تازه کشاورزی از قبیل پومیدور، بادرینگ، قرنفل شیرین و تیز تامین می‌نمایند. در سمینار بازآموزی عالمان و متخصصان اویدی تکنولوژی پرورش زراعت‌های سبزیجاتی و کارتوشکای بروقتی در زمین‌های کشاد و گرمخانه‌های دائمی با متخصصان و خوجگیداران توصیه‌های سودمند دادند. اطلاع داده شد که در وقت کشت و پرورش زراعت‌های کشاورزی در وقت کوچت پامیدور، بادرینگ، قرنفل شیرین تیز از عامل‌های موجوده باید ثمرانک استفاده برند. در صورت رعایت نمودن اگرتکنیک پرورش زراعت‌ها میتوان حاصل خوب به دست آورد. مقصد به دست آوردن 2-3 یا شاید 4 حاصل زراعت‌های سبزیجاتی پولیزی شکل که از برآمد پرزیدنت مملکت محترم امامالی رحمان در پیام خود وظیفه گذاری کردن ما باید حرکت کنیم که انتخاب نمودهای زراعت بعد نوعهای تیز پس بعد هست دوره پرورش و نگهداری اون همین طریق ما میتونیم از هر یک وجب زمین آبیاری شونده حاصل دلخواهی نمودهای و نوعهای گوناگون زراعت‌های سبزیجاتی و پولیزی به دست بیاریم که نسبت این مسئله امروز من در سمیناری منطقوی اوید به ثمرانک استفاده بردن زمین ها و به دست آوردن حاصل بلند زراعت‌های کشاورزی از آن جمله زراعت‌های سبزیجاتی پولیزی در ناحیه‌های منطقه‌های چی بخش و چی
ولوبی ولایت ختم گذاشته شده است. همین طور سمینارها در ولایت سوخت نیز همین طور سمینارها گذاشته شدند. همچنین در سمینار اویدی اصولهای پیشگیری حالتهای تلافیابی محصولات کشاورزی از تاثیر شرایطهای ضرررسان و کسالی‌های ضرورتهای کشاورزی امینی گذاشتن به خوجگیدانان اویدی استفاده زرخیمیکات‌ها و اصولهای بیولوژی مصلحت‌های مفید دادند. خانمرود نیازی قوی شاهین مردان نمازعلی ارگش برای برنامه اخبار از ناحیه‌های ناصر خسرو و شهر توس.